سلام بیننده ارجمند، شما برنامه اخبار آزادی را مستقیما تماشا دارید. امروز سه‌شنبه 9 اکتبر است. امروز در برنامه این موضوع را خواهیم داشت. برف اول صلاحیت‌های نو آورد. حکومت تاجیکستان به شرکت IRS اجازت داد در حالت‌های اضطراری مستقلانه راه را بندد. یعنی شبانه از روزانه است. کارمندان ما حتما راه با مواد ضد لغزش کار کرد میکنن. این تجربه را ما داریم سالهای پیشم تا اینکه حرکت واسطه نقلیات یعنی اخبار به وجود نیامد، حرکت واسطه نقلیات تامین بشه. در دوشنبه بررسی پرونده دلوار گولوف پسری собиқи وزیر انرژتیک شروع شد. وکیل دفاع میگوید او در بازداشتگاه شکنجه شده است. با سرتیفیکات بکارت هم باور نمیکنند. مستانه 21 ساله یک سال باز تلاش دارد پاکدامنی خود را در نزد شوهری собиқаш اثبات کند. تو چند خب میکنی نمیشن دستگی تاوش میته که بگوی میگوی نگوی از همینجا لیچ صف همتر بیرون میکنم اولش که موها پاک بسا لیسی میکنم. و حالا شروع کنیم از باریدن برف در تاجیکستان. در جنوب تاجیکستان تیر ماه حکمران است، اما در منطقه های کوهی و دامنه‌کوه کشور شب 8 و 9 اکتبر برف بارید. باریدن برف نخست روای نقلیات خصوصا در یگانه راه شمال و مرکزی تاجیکستان که از منطقه کوهی میگذرد دشوار میکند. IRS شرکت نگهبان این راه میگوید امسال حکومت تاجیکستان به آنها اجازه داد که در حالتهای اضطراری فرآمدن ترمه و یرچ و سنگ روای ماشین ها را در این راه موقتا قطع کند. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز. بارشات شدید روزهای اخیر در آمد و رفت راننده‌ها و مسافران در جاده‌های تاجیکستان مشکلات زیاد ایجاد کرده است. راننده‌ها میگویند هرچند در جاده‌ها برف نیست ولی در دو کنار راه برف زیاد جمع شده است و همچنین سنگریزی و تومن مشاهده می شود که حرکت نقلیات در راه‌ها را دشوار کرده مسافران را با خطرها روبرو می‌کند. اون دین شب آمدم راه سنگ فرامدگی تومن برف و بارون زد بود. فقط همین سنگ فرامدگی بود. سنگو همین کارگروی دیو کار کایسته بودن. خاص به نکایسته بودن. سنگو بیاد بسیار بود. حرکت هوای کوهستان یا بارون میبرد یا برف میبرد. کوهستان بلند و خیاب میبرد یک برف و بارون که همین خیلی. ولی مسئولان IRS ادعا دارند که همیشه در تازه کردن راه‌ها هستند و نمیگذارند که امشب و روز راه بسته شود. روز 8 اکتبر واقعا در منطقه بلندکوهی کشور بارشات برف به عمل آمد و در روز دوشنبه چنانکه بیشتر به منطقه زرافشان راست می‌آید و در لحظه‌های اولی به عمل آمدن بارشات کارمندان نمایندگی زرافشان فیلتر رانندگی کردند، تکنیک‌های ضروری سفر بر کردن، راه با مواد ضد لغزش پاککاری کردند و این عامل زمینه فراهم آورد که به حرکت وسایل نقلیات یگان مانع به وجود نیاید. یعنی این آغاز کار است، یعنی این برفی اول است. ما در آینده نیز این کار را ادامه میدیم. یعنی حتما صرف نظر از آن که در کدام موسم است، یعنی در کدام حالت است، یعنی شبانه است روزانه است، کارمندان ما حتما راه با مواد ضد لغزش کار میکنند. این تجربه را ما داریم سالهای پیشم تا اینکه حرکت وسایل نقلیات یعنی اخبار به وجود نیامد، حرکت وسایل نقلیات تامین بشد. مرکز هواشناسی تاجیکستان میگوید تا چند روز دیگر بارشات شدید برف و باران ادامه می‌یابد و بعد از آن باز هوا برای چند روز دیگر گرمتر می شود و سپس تاجیکستان را زمستانی سرد و طولانی در پیش است. وکیلان مدافع دلوار گولوف پسری وزیر собиқ энергетика گل شرالی میگویند او هنگام بازداشت و حبس پیشکی شکنجه شده است. حالا دادگاه ناحیه شاه منصور دوشنبه به بررسی پرونده او پرداخت و اولین مرافعه هم برگزار شده است. دلوار گولوف با لاتوکوبی دلشاد نرزولازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی گمانبر دانسته می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
دادگاه ناحیه شاه منصور پایتخت بررسی پرونده دلوار گولوف پسر گلشیرالی سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان را شروع کرده است. وکیل دفاع دلوار گولوف میگوید او در اثنای بازداشت و هنگام در بازداشتگاه بودن مورد شکنجه قرار گرفته است. دلوار گولوف در لطوکوب یک کارمند ملیسا دلشان نرزالله‌زاده متهم دانسته می شود. ابوبکر قلمتوف وکیل دفاع دلوار گولوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت در کرسی عیبداری تنها دلوار گولوف است و پرونده علیه سه رفیقش قطع شده است. به قبل جناب قلمتوف مرافع دوم دلوار گولوف باید روز 8 اکتبر برگزار میشد، اما با سبب نآمدن جبردیده این مرافعه به روزهای آینده به تأخیر گذاشته شده است. وکیل مدافع دلوار گولوف به بیگناهی او اصرار کرده میگوید زیر حمایه‌اش مورد شکنجه قرار گرفته است. ابوبکر قلمتوف افزود در رابطه با شکنجه دلوار گولوف فعلا تفتیش در نسبت عملکرد کارمندان ریاستی مبارزه با جنایت‌های متشکل و نسبت خود جبردیده دلشان نرزالله‌زاده ادامه دارد. دلوار گولوف در دادگاه از روی ماده 237 قسم 3 کدکس جنایتی تاجیکستان یا اوباشی در حالت خفناک جواب میگوید. از روی این اتهام به او تا 7 سال زندان تهدید میکند. اما گلشیرالی پدر دلوار گولوف در یک صحبت قبلی با رادیوی آزادی گفته بود ممکن است طرف کارمندان مقامات امور داخلی علیه فرزندان او شکار وجود داشته باشد. مستانه اساس ساکن 21 ساله ناحیه بلجوان اینک یک سال باز تلاش دارد پاکدامنی خود را در نزد شوهری سابق اثبات کرده نام نیک خود و عائله‌اش را بازگرداند. یک سال قبل او پس از همگی 2 روزی توی عروسی از سوی شوهر به داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج عیبدار شده به خانه والدانش برگشت. مستانه و والدانش در چندین اداره را کوفتند و عزم دارند تا به آخر بیگناه بودن خود را در نزد داماد سابق و اهل جامعه ثابت کنند. همکارانم امردین عالموف و سرویناز روح الله پس از صحبت با مستانه و والدانش این گزارش را آماده کردند. مستانه لحظه از زندگی را می‌بیند که از آن امید خوشبختی داشت، زندگیش را به فاجعه مبدل کرد. با شوهرش همگی 2 روز زندگی کرد. شب دومی عروسی او را لطوکوب کرده به عیب بی‌باکیرگی از خانه بیرونش ساخت. برد اول من به گردن که نگرفتم تو چند زدم تا گوش فقط بنگس میکنه. این سرم میگه که سرد تقسیمش دیگه بسیار طرف چپم ده زده بخواد. نمیشه تو چند خب میکنی نمیشه دسته که تاوش میته. که بگوی میگوی نگوی آزایم جلی چی صاف هم در بیرون میکنم اولش که موها تا پا گیسه لیسی میکنم. یک سال گذشته است اما هنوز از فشار روانی آن روز نرهیده است. نه میرم کوچه دفتر میگردم نه که او آدم نه بچه سلام میده خیال میکنم آدمه تمام خیلی بگوی که خودم کم تا چی بگیرم که نه دیگه آدمه نمیشه. او را طبیبان تشخیص کردند و بیگناه برآمد. میگوید از استهزای مردم هنوز هم خلاص نشده است. چشم والدین که به بخت او میگیرند او را ناراحت میکند. نه یک سال یک ماه میشه یک معرکه میشه و چه من نمیرم. یکی نمیرم یکی هم گپ میزنن معنیش ورداش نمیکنه. بعدی بازگشت مستانه از خانه شوهر پدرش از دهه به شهر آمد و مادر بیمار و از معرکه های خورسندی و ماتم دور شد. با گفته مستانه پدرش تا حال سندهای تشخیص او در دست در بدری مقامات میگردد. فرزندت بره آرود نمیلیزه. نکی یه زیلی است که تو تمام اهل اویلت کورا میکنه. که جای در که میره کی بود این نوسته خلیفه کیه نوسته سید ابروره. در جامعه سنتی تاجیکستان موضوع باکره بودن عروس از واجبات تأسیسی عائله است. آن را تا اندازه چینکی وجدان و ناموس یک اولاد تعبیر میکنند. بناهن یک سال است پدری مستانه تلاش دارد با امداد مقامات کسانی را که به دخترش به قبل او تهمت کردند جوابگر سازد. کمی هم باشد جبران ضرر روانی خود و دخترش را از آنها بگیرد. اساس از همین چی ما هم یکم ادام جزاش ببینده دیم دفعه با یاد دختر دیگر حیوچ نست. باشیروف چپیگا پتروف میشکین تفصیلات نو در ماجرای زهرآلود کنی سرگئی اسکریپال افسری مستعفی روس در بریتانیا روز زد.
سامانه تحقیقاتی بلینکت ادعا دارد که نام واقعی شخص دوم متهم در زهرآلودکنی سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا را آشکار کرد. به نوشته این نشریه نفر دوم که در زهرآلودکنی اسکریپال عیبدار است در اصل پتروف نبوده الکساندر یوگنیویچ میشکین نام دارد. همکارم ساجیده میرزا در باره جزئیات این ماجرا گزارش می‌دهد. На самом деле те, кого и показывали. Руслан Баширов. Александр Петров. گروه‌های تحقیقاتی د اینسایدر و بلینکت نام واقعی گمانبر دوم حمله به کارمند پیشین استخبارات روسیه سرگئی اسکریپال را آشکار کردند. به قول د اینسایدر و بلینکت این نفر که ماه مارت با نام الکساندر پتروف به بریتانیا سفر کرده بود در اصل طبیب اداره استخبارات نظامی روسیه الکساندر یوگنیویچ میشکین است و او 39 سال دارد. میشکین سال 1979 در دهه لایگی ولایت ارخانگلسک به دنیا آمده معلومات طبی را در یکی از اکادمیاهای نظامی گرفته است. هنگام تحصیل او به خدمات اکتشافی روسیه به کار جلب شد. سال 2010 به مسکو رفت و در آنجا شناسنامه نو با نام الکساندر پتروف را دریافت کرد. بلینکت و د اینسایدر میگویند شخصیت میشکین را در اساس اطلاع چندین منابع نزدیک به خود او معین کردند. اداره دادستانی بریتانیا بر این نظر است که ماه مارت سال روان در شهر سالزبری این کشور دو شهروند روسیه الکساندر پتروف و روسلان بوشیروف جاسوس سابق روس سرگئی اسکریپال و دختری او را با گاز نویچاک زهرآلود کردند. سرگئی اسکریپال افسری پیشین اداره استخبارات روسیه سال 2006 با اتهام جاسوسی به فایده دولت‌های خارجی محکوم به زندان شد. سال 2010 او را با آگنت‌های روس که امریکا بازداشت کرده بود عوض کردند. دادستانی بریتانیا میگوید دو گمانبر حمله به اسکریپال و دختری او یولیا با نام‌های مستعار وارد این کشور شدند. ماه گذشته بلینکت نام واقعی روسلان بوشیروف را آناتولی چپیگا اعلام کرد. روز 13 سپتامبر دو مرد در صحبت با تلویزیون روسی راشا تودی خود را پتروف و بوشیروف شهروندان ملکی روسیه معرفی کردند. آنها گفتند که با خدمات اکتشافی این کشور رابطه ندارند و به سالزبری برای تماشا رفته بودند. مسکو تا حال به نوشته بلینکت رسما واکنش نکرده است. اما هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در فوروم اقتصادی مسکو به سوال خبرنگاران درباره اسکریپال پاسخ داد. بعضی ها اسکریپال را قریب که حامی حقوق بشر معرفی میکنند. او تنها یک جاسوس است، خیانتکاری وطن، گفت ولادیمیر پوتین. تالار به این سخنان پوتین کفگویی کرد. روز یکشنبه خدمات نجات ترکیه یک گاو حامله مجروح را از دره به عاقل صاحبش انتقال داد. اسکندر خواجه میرزاده ادامه می‌دهد. کی گفت که گاوها پرواز نمی کنند؟ روز شنبه در ترکیه یک گاو 400 کیلوگرمه حامله توسط هوا به جای امن انتقال داده شد. این گاو ابتدا از پاده دیر مانده، سپس 8 روز در کوه‌ها سرگردان بود. وقتی گاو را پیدا کردند، پای عقیبش را هم شکسته بود. عملیات نجات گاو 2 روز ادامه داشت. مقامات شهرک کلیجی که کنار پایتخت کشور، شهر انکره، انتقال گاو را بر عهده گرفته در نوار نشان دادند که چگونه این حیوان مجروح را به عاقل صاحبش برده می‌رسانند. امید حسنبکوف عضو دسته منتخب سامبوی تاجیکستان با تصمیم فدراسیون بین‌المللی سامبو برای استعمال دوپینگ یا مواد داروواری برای ورزشکاران ممنوع موقتا از حق شرکت در همه گونه مسابقات بین‌المللی محروم گشته است. در این باره فدراسیون بین‌المللی سامبو در سامانه رسمی خود خبر داده است. یادآور می‌شویم امید حسنبکوف 30 ساله پهلوان تاجیک در مسابقه سامبو از روی برنامه بازی‌های 18 تابستانی آسیایی که امسال در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار شد مدال نقره گرفت. بر اساس قاعده‌های بین‌المللی امید حسنبکوف را می‌توانند از بازی‌های آسیایی در اندونزیا خارج نموده نتیجه‌های نشان داده‌اش را در مسابقه سامبو بکار کنند و او را از مدال نقره هم محروم سازند. این خبر آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما می توانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید. صحیفه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستند. نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را می توانید از صحیفه ویژه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید و به این کانال ابونه شوید. تا دیدار بعدی
خدا حافظی هر یکی شما باشد.